ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақилан манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. امروز جلسه شورای سران حکومت‌ها سروزیران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل طریق ویدیو کنفرانسیا برگزار گردید که در کار آن سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهیر رسولزاده اشتراک و سخنرانی نمود. در کار جلسه شورا مهمترین مسائل فراگیر سمت‌های گوناگون همگرایی دولت‌های اعضای اتحاد از جمله امنیت، اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، علم و معارف، صنعت و کشاورزی، انرژتیکا، گمرک، اکولوژیا، تندرستی و راه و نقلیات مورد بررسی قرار داده شد. ضمن برگزاری جلسه تاکید گردید که در زمان پنجشنبه بیماری سیریاتی کووید 19 به راه ماندن فعالیت ثمره‌بخش کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل تا اندازه پیش راه پسروی اقتصادیات در منطقه را گرفته برای معالجه و پیشگیری پنجشنبه بیماری مذکور با استفاده از تجربه متخصصان کشورهای یکدیگر چاره‌های مشخص عملی گردید. سروزیر مملکت قاهیر رسولزاده ضمن برگزاری جلسه تاکید نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان با کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل همکاری خوب و دوستانه را به راه مانده است که فراگیر پرینسیپ‌های دوستی و اعتماد و احترام جانب‌ها میباشد. کار جلسه نوبتی شورای سران حکومت‌ها سروزیران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل با قبول قرارها که بر رشد همگرایی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل زمینه می‌گذارد به انجام رسید. ادامه اخبار. همساله بر اثر بارشات زیادی برف و باران و فرآمدن ترما در فصل زمستان و بهار کانال دادی خدا که زیاده از 12 کیلومتر درازی دارد خراب می‌گردد. برای برطرف نمودن مشکلات نارسایی آب پلیزی در فصل بهار در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان باید 200 متر جویبار آبگذاری کانال مذکور بتون‌پوش کرده شود. گزارش همکارانمان از جریان کارهای برقرارسازی کانال مذکور. کانال آبگذر دادی خدا که زیاده از 12 کیلومتر درازی داشته اهالی جماعت سامانیان شهر خارق را از آب پالیزی تامین می نماید. سال روان بر اثر بارشات زیادی برف و باران 200 متر آن خراب گردیده. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان و حکومت شهر خارق تعمیر و ترمیم سری وقتی آن به میان گذاشته شد. شروع از ماه مارس سال 2021 با جلب کارمندان اداره و مؤسسه ها و کارخانه و تشکیلات ها در این موضع اشرهای دسته‌جمعانه برگزار گردیدند. کانال به نام نظرشاه دادی خدایف یکی از کانال های کلانترین شهر خارق است که اقتدار آبگذرانی آن در یک ثانیه تا به 7000 متر کوبی برابر می باشد. صدها خانواده های محله های شهر به وسیله آب این کانال زمین نزدیکاولیگی، درختان، گل و بوته های آرایشی را آبیاری می کنند. زیرا در اول فصل بهار به علت فرآمدن ترما و سیل در کوهدامنه ها قریب 200 متر جویبار آبگذر خراب گردیده. آن باعث طول کشیدن تعمیر و بی آب ماندن زمین نزدیکاولیگی، باغ و گلگشت های ساکنان شهر می گردد. در اساس نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت با مقصد به یک مکان تماشاباب و دیدنی تبدیل دادن مرکز ماموری ولایت شهر خارق و سر وقت تامین نمودن محله‌های اهالی نشین آن با آب پالیزی هر هفته با جلب کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ولایت، کارمندان حفظ حقوق و دیگر ساختارهای دولتی و ساکنان شهر خارق در کانال تعمیر کننده آب پالیزی دادی خدا کارهای تعمیری آغاز گردیدند. کارمندان اداره و مؤسسه‌های حدود ولایت با سهمگذاری خش 300 متر جویبار آبگذر را تعمیر نموده 160 متر آن را در مرحله یکم بتون پوش نمودند. بهار سال جوری در نتیجه فرآمدن ترمای کلان همین کانال در مسافه 300 متر ضرر دید. بعد تصمیم گرفتیم که همین کانال همین سال برقرار کنیم، همین موی تیرمو برقرار کنیم. بعد تمام شدن موسم آبیاری بود برقرار کنیم. ماست تشبث مشترک نهادهای مقامات دولتی شهر و ولایت، ساختارهای حفظ حقوق و ترتیبات جمعیتی و ساکنان سربلند محله‌های جماعت شهرک سامان شهر بود که سال روان برای آماده نمودن کانال دادی خدا به موسم آبیاری جایهای خطرزار آن به پرگی و با صفت بلند تعمیر و از نوسازی گردیدند. این تدبیر نیک امکانیت فراهم می‌آورد تا اداره و مؤسسه‌ها و ساکنان شهر خارق در فصل بهار به مشکلی با آب پالیزی دسترسی داشته باشند. در ناحیه تیمورملی کشاورزان با شدگاری زمین‌های للمی و کشت تیرماهی غله‌دانه آغاز بخشیده. نیت دارند که امسال در میدان بیش از 10,000 گکتار کشت غله‌دانه گذرانند. گزارش در این خصوص.
با مساعد آمدن باد و هوا کشاورزان ناحیه تیمورملک به شودگاری زمین‌های للمی شروع کرده جهت سری وقت و با صفت انجام دادن این تدبیر مهم تراکتورها و دیگر ماشینالات ضروری را به صحرا سفربر نمودند. مسئولین ولایت ختلان از مرحله آغاز شودگار زمین‌ها و آمادگی به کشت غله در خواجگی دولتی تخم پروری به نام جلال‌الدین رومی جماعت دهات سید مومن رحیموی ناحیه دیدن کرده با کشاورزان و خواجگیداران واخوری گذرانیده اوید به درجه نمناکی زمین، انتخاب نوع‌های سرحاصل گندم و استفاده درست قاعده‌های اگرتکنیکی مصلحت‌های مفید دادند. اطلاع داده شد که در حدود ناحیه تیمورملک 12636 گکتار زمین‌های کاره موجود است که از این حساب 736 گکتار آن زمین‌های آبی بوده با طور ثمرناک استفاده برده می‌شوند. کشاورزان ناحیه از باد و هوای مساعد استفاده برده کشت کاری تیرمایی را هر چیز زودتر به انجام می‌رسانند. در زمین‌های آبی باشد کشت غله‌دانگی را قریب به انجام رسانده ایستاده‌اند. در میدان 340 گکتار گندم و در میدان 36 گکتار سبزیجات کشت کردند. اقلیم و زمین‌های ناحیه تیمورملک برای کشت و پرورش زراعت‌های گوناگون از جمله گندم، جو، زغیر و لوبیا دانگی‌ها مساعد است. به این خاطر امسال در ناحیه طبق دورنما در میدان بیش از 10,000 گکتار گندم کشت کرده می شود. خواجگی دولتی تخم پروری به نام جلال‌الدین رومی که 1350 گکتار زمین برای کشت گندم دارد، سهامدارانش همه ساله از اولین ها شده به کشت و کار شروع نموده. اینچنین در تامین دیگر خواجگی‌های غله‌کار با تخم‌های سرحاصل مساعدت می نمایند. طبق اطلاع برای سری وقت انجام دادن کارهای موسمی کشاورزی در ناحیه 195 عدد تکنیک‌های ضروری از جمله 136 عدد تراکتورهای شودگار کننده در خط تیار قرار دارند. به اندیشه متخصصان در حالت خوب نگاه داشتن زمین، شودگاری با صفت و کشت تیرماهی گندم از جمله عامل‌های فراوان حاصلی به حساب می‌رود. کشاورزان با نظرداشت روزهای آفتابی بعد از باران و نمناک بودن خاک شودگاری زمین‌های للمی را وسعت تازه می‌بخشند. برای در سطح خوب گذرانیدن این تدبیر مهم در ناحیه همه امکانیت‌ها از جمله باد و هوای مساعد، زمین‌های حاصلخیز و تکنیک و دیگر ماشین آلات ضروری فراهم است. اهل زحمت ناحیه تیمورملک نیت دارند که این سال نیز سری وقت شودگار و کشت و کاری تیرماهی را به انجام رسانیده توسط مهنت صافدلانه در تامین بازار استعمالی با محصولات خودی و در عملی گردانیدن یکی از هدف‌های استراتژی دولت تامین امنیت آذوقه‌باری حصه ارزنده می‌گذارند. فرهنگ و صنعت موسیقی اصیل ملت تاجیک در جهان مشهور است. در شهر دوشنبه دوره جمهوری عثمانی تاجیکستان وطن عزیز من جریان دارد. در آزمون غالبان دورهای ناحیوی ولایتی و شهری اشتراک کرده مهارت سرایندگی، نوازندگی و کمپوزیتوری خود را در نزد حکمان نشان می‌دهند. گزارش نوبتی از رفت برگزاری آزمون مذکور تهیه شده است. آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من برای جوانانی که به صنعت و موسیقی و سرایندگی میل و رغبت دارند امکانیت می‌دهد که مهارت خود را نشان داده به این واسطه راه آینده موفقیت خود را باز نمایند. سال روان به دور نهایی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من 313 داوطلب راه یافته بین هم رقابت دارند. اشتراکچیان در صحنه مهارت سرایندگی و نوازندگی و کمپوزیتوری خود را در نزد حکمان طبق نظامنامه نشان دادند. ما جوانان زاده دوران استقلالیت شکرانه از آن داریم که در دولت آرام و آسوده خویش عمر به سر میبریم. این همه آرامی و آسودگی سرچشمه استقلالیت است. همین است استقلالیت که امروزها تاجیکستان ما یعنی با کلی سیمای خود را دیگر کرده با دستاوردهای نظررس نایل گشته ایستادند. ما جوانان بسیار کوشش میکنیم که در همین آزمون‌های اشتراک کرده جاهای نمایان را اشغال نماییم. سال سیوم است که در تاجیکستان در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در سطح بلند گذرانده می شود. طبق نظامنامه آزمون تاجیکستان وطن عزیز من از روی 3 نامیناسیون آهنگسازی، سرایندگی و نوازندگی گذرانده می شود و هر یک نامیناسیون دارای طلبات مخصوصی کسبی خود می باشد. آزمون با مقصد دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت، بلند برداشتن مقام و مهارت کسبی، تقویت
اولویت بخشیدن به کسبیت هنر اجراکنندگی و ایجاد موسیقی نو و سرودهای ترنمگر دستاوردهای زمان استقلال دولتی برگزار کرده می شود. در واقع آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من توانست که برای دریافت استعدادهای نو و جوان در ساحه صنعت و موسیقی تکان جدی بخشیده امکان فراهم آورد که آوازخوانان، سرایندگان و نوازندگان با استعداد پیدا و معرفی گردند. هر نامیناسیا دارای طلبات مخصوصی کسبی بوده. در وقت اجرا تالیف اثر موسیقی، شعر، سرود و آهنگ به اینابت گرفته می شود. نوریدین قربان، مهروز جمعه، عبیدالله سعید ولی برای برنامه اخبار. در المپیادای بین المللی انتالیا 2021 18 نفر خوانندگان لیتسی برای خوانندگان بالایقت شهر خوجان صاحب 18 مدال گردیدند. یادآور باید شد که در المپیادای بین المللی از 27 دولت جهان نمایندگان شرکت کرده غالبیت خوانندگان تاجیک شایسته است. گزارش رفضلی رحموند و دلشاد یوسفی. از یکم تا هفتم نوامبر سال روان 18 نفر خوانندگان لیتسی برای خوانندگان بالایقت شهر خوجان در المپیادای بین المللی انتالیا ترکیه از فن‌های دقیق و زبان انگلیسی شرکت ورزیده. از فن‌های متماتیک، گئوگرافیا و زبان انگلیسی یک مدال طلا، یک مدال نقره، 5 برنجی و 11 مدال دستاوی نقره در مجموع 18 مدال غالبیت به دست آوردند. فرزندان و شاگردان غالب را آموزگاران و پدر و مادران، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجان و نمایندگان اهل جامعه استقبال گرفتند. یادآور باید شد که المپیاد بین المللی دانش 13 سال اینجانب همساله از طرف اکادمی توریسم انتالیا دولتی ترکیه و مکتب بین المللی ادوان برگزار کرده می شود و یکی از بانفوذترین المپیادهای بین المللی میان خوانندگان به شمار می رود. در المپیاد انتالیا 2021 بیش از 2000 نفر خواننده از 27 دولت جهان شرکت ورزیده. غالبیت خوانندگان تاجیک از جمله خوانندگان لیتسی برای خوانندگان بالایقت در شهر خوجان شایسته است. خواننده صنف دهی لیتسی علیجان عثمانوف از فن متماتیک مقام اول را به دست آورده با مدال طلا جام و دیپلم درجه یک سرفراز گردید. من خودم از فن الگبر در این المپیاد اشتراک نمودم و صاحب مدال طلا یعنی جای یکم گشتم. به همه معلمان مکتبم و به پدر و مادر خود سپاسگزاری خود را می‌رسانم که آنها من را دستگیری نمودند و به چنین المپیاد فرستادند. خواننده صنف نوی لیتسی سفر حسنوف از فن زبان انگلیسی جای دوم را سزاوار گردیده. 5 نفر خوانندگان مؤسسه جای سوم المپیاد را از فن زبان انگلیسی صاحب شدند. خوانندگان ما خیلی خوب فعالانه اشتراک نمودند و دانش خود را نشان دادند. من می‌نداری خودم را به پدر و مادرم، مکتب و پرزیدنتمان می‌رسانم که برای ما چنین شرایط‌های خوب را فراهم آوردند. 11 نفر خوانندگان لیسه برای خوانندگان بالایقت در شهر خوجان از فن گئوگرافیا در نمود دستاوی اشتراک فعال نموده. بین 30 دسته در المپیاد مقام دوم را صاحب با مدال، جام و دیپلم درجه 2 سزاوار گردیدند. مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالایقت در شهر خوجان برای نتیجه بهترین با جام مخصوص المپیاد قدرشناسی کرده شد. خواننده‌ها امروز یعنی با شرایط وسیع تحصیل می‌کنند. خواننده‌هایی که در کشور ترکیه در المپیاد سفربر کرده شدند اینا بیشتر از فن‌های دقیق و زبان آموزی یعنی زبان‌های خارجی غالبیت را به دست آوردند. در لیسه برای خوانندگان بالایقت شهر خوجان گروه‌های المپی تأسیس یافته دانش و مهارت خویش را تکمیل و تقویت می‌بخشند. دسته لیسه برای خوانندگان بالایقت در شهر خوجان در مسابقه والیبال بین 30 دسته مقام اول را کسب کرده با جام المپیاد جهانی انتالیا سرفراز گردید. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر سلامت باشید.